have to be very careful when you use it. تا حالا شده آرزو کنی یه لحظه از زندگی تو برگردی عقب و یه تصمیم دیگه بگیری یا یه اتفاق قشنگ رو دوباره تجربه کنی؟ اگه بهت بگم همچین چیزی توی یه فیلم عاشقانه اتفاق میفته چی؟ اونم نه یه عاشقانه معمولی، یه چیزی که تا مدت‌ها توی ذهن و دلت بمونه. Should we come back when you haven't got any company? Tim actually lives here. Really? Yeah, but no oral sex, I promise you. امروز قراره درباره About Time حرف بزنیم. یه فیلم که هم عشق توش هست، هم سفر در زمان، هم کلی احساس و درس زندگی. پس اگه دنبال یه فیلم آروم، قشنگ و دلنشین میگردی، تا آخر این ویدیو با هم بمون. فیلم About Time یا وقتشه با IMDb 7.8 و راتن تومیتو 71% روایت داستان درباره یه پسر 21 ساله به اسم تیم با بازی دونهال گلیسون هست که یه روز باباش بهش میگه که مردای خانواده‌شون یه توانایی خاص دارن که میتونن توی گذشتهشون سفر کنن. My dear son, this is going to sound strange. The men in the family can travel in time. Wow. Is as good a reaction as any. I think I plumped for fuck. But it was a 70. بله، این پسر معمولی یه روز از خواب بیدار میشه و میفهمه میتونه به گذشته برگرده و اشتباهاتش رو جبران کنه. حالا اینجا یه سوال مهم پیش میاد. اگه میتونستی زمان رو کنترل کنی باهاش چی کار میکردی؟ Tim, will you do my back? You go into a dark place. Think of the moment you're going to and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. It's my area. تیم تصمیم میگیره از این قدرت برای پیدا کردن عشق واقعی استفاده کنه و اینجاست که با مری با بازی ریچل مک ادامز آشنا میشه. اما این سفر در زمان اونقدر هم ساده نیست، چون حتی یه تغییر کوچیک تو گذشته میتونه حال و آینده رو به کل تغییر بده. It's so good to see you. We've never met before. Oh no. What do I do? You have to use it to make your life the way you want it to be. حالا سوال اینه، آیا میشه با کنترل زمان یه رابطه عاشقانه بی‌نقص ساخت یا عشق واقعی چیزی فراتر از اینه؟ اگه تا اینجای ویدیو اومدی و هنوز ویدیو رو لایک نکردی، یه لطفی کن و ویدیو رو لایک کن و ما رو ساب کن که یه حمایت کوچیکی هم از ما بشه. Any first thoughts? It would be really great if you could help get me a girlfriend. Wow. Massive. About Time از اون دسته از فیلم هاییه که باید قبل از مرگ ببینی، چون یه عاشقانه متفاوته، یه داستان کلیشه‌ای عشقی نیست. بیشتر از اینکه درباره چطوری کسی رو عاشق خودت کنی باشه، درباره اینه که چطور از لحظات زندگی لذت ببری. بعضی فیلم ها هستن که بعد از دیدنشون یه حالی میشی که انگار یه درک جدیدی از زندگی پیدا کردی. About Time دقیقاً همون مدله. از طرفی دیگه خیلی کم پیش میاد یه فیلم هم عاشقانه باشه، هم فانتزی، هم تا این حد عمیق و احساسی. از موزیکای این فیلم نگم که اگه بشنوی دلت میخواد تا یه مدت هر روز گوششون بدی. اگه دوست داری یه عاشقانه آروم ولی عمیق ببینی که تا مدت ها تو ذهن و دلت بمونه، About Time رو حتما ببین. Was you pretty? Oh, no, it's just I've got a lot of mascara and lipstick on. Let's have a look. Oh yes. چون بعضی فیلم ها فقط سرگرم کننده نیستن، زندگی رو از یه دید دیگه بهت نشون میدن. خب این هم از معرفی یکی از خاص‌ترین فیلم های عاشقانه‌ای که میتونید ببینید. حالا نوبت شماست. اگه میتونستی توی زمان سفر کنی چی رو تو زندگی تغییر میدادی؟ نظرتو حتما تو کامنت ها برامون بنویس. راستی اگه از دیدن این ویدیو خوشت اومد، برای دیدن معرفی فیلم های بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای بعدی یادت نره که از لحظه های زندگی نهایت لذت رو ببری. پیروز و دلشاد باشید تا درودی دیگر. بدرود.